چاقی یکی از عواملی هست که همه ما به دنبال رهایی از آن هستیم. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. علی هستم و قراره که داخل این ویدیو با هم 5 تا از موارد کنترل چاقی رو بررسی کنیم. اولین چیزی که در کاهش وزن باید در نظر گرفته شود کنترل ذهن است. شاید همه شما افرادی را دیده باشید که با خوردن حجم زیادی غذا و چندین وعده در طول شبانه روز باز هم لاغر هستند و افرادی را هم دیده باشید که میگویند ما آب هم بخوریم باز هم چاق میشویم. بله، این موضوع کاملا صادق است که ذهن یکی از مهمترین عوامل چاقی افراد میتواند باشد و یکی از راه‌های کنترل ذهن خالی کردن ذهن از این باور غلط می باشد که فرد میگوید من آب هم بخورم چاق می شوم. و این یک تمرین است که هیچ وقت در مورد چاقی، رژیم چاقی و کلماتی مربوط به چاقی صحبت نکنید. در عوض می توانید همیشه با خود تکرار کنید من هر روز لاغرتر می شوم. بله، درست شنیدید. همین یک جمله ساده بعد از مدتی تکرار باعث کنترل ذهن و تمرکز بر روی لاغری شخص می شود. دومین مورد، حمایت خانواده از شخصی که قرار است رژیم غذایی بگیرد. از خانواده خود بخواهید تا در داشتن رژیم غذایی با شما همراهی و همکاری کنند و شرایط مناسب برای یک وعده غذایی سالم و کم کالری را فراهم کنند. حتی المقدور در طول دوره رژیم شما از مصرف نوشابه‌ها، آب میوه‌های صنعتی و غذاهای پرکالری دوری کنند تا بلکه شما بتوانید تمرکز بیشتری روی خود داشته باشید. سومین مورد کنترل چاقی استفاده از بشقاب و قاشق با سایز کوچکتر است که باعث می شود غذای کمتری بخورید و همچنین کالری کمتری رو به بدنتان برسانید و با ادامه دادن این کار چشمها عادت کرده و زودتر سیر می شوید، چون دروازه ذهن چشمها هستند و اگر ذهن شما به مقدار کمتری از غذا عادت کرد زودتر دستور سیری را صادر خواهد کرد و در نتیجه کالری کمتری به بدنتان خواهد رسید. چهارمین مورد که یکی از مهمترین موارد خوب جویدن غذا می باشد که باید حداقل هر لقمه غذا را 32 مرتبه جوید. برای انجام این کار بهتر است که بعد از هر بار گذاشتن لقمه در دهان قاشق خود را در بشقاب قرار دهید و تمام تمرکزتان را برای جویدن لقمه به کار ببرید و تا لقمه را خوب نجویدید قاشق بعدی غذا را بر ندارید. این راهکار را حداقل 20 تا 30 روز ادامه دهید تا برای شما تبدیل به یک عادت غذایی سالم شود. و آخرین مورد استفاده منظم از آب می باشد. هر زمان که احساس ضعف و گرسنگی می کنید بهتر است که ابتدا 1 یا 2 لیوان آب بخورید. در خیلی از موارد دیده شده که احساس تشنگی با احساس گرسنگی اشتباه گرفته می شود و با 1 لیوان آب احساس گرسنگی از بین می رود. خوب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و به کمک این ویدیو بتونید به وزن دلخواهتان دست پیدا کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید و اگر نظری دارید داخل کامنت ها برای من بنویسید.